سلام و درود ارادت نسبت دوستان عزیز دلم. خوش اومدید به چنل آقای حسام تماسبی که اسمش درسته، اسم منه، ولی خب دست شما در نکنه که سابسکرایب کردین. مرسی از شما. این ویدیو هم فلسفیه، هم کلامیه و هم حتی اگه ناراحت بشین حتی اسلامی هم هست. خب حالا شروع کنیم. یه عده از افرادی هستن که میخوان نظریه فرگشت و تکامل رو با نظریات روایت اسلامی که بر اساس سوره بقره آیه 30 که حالا فرشتگان اونجا گفتن که حالا نمیخوام حالا ترجمه دقیقش رو بگم، ترجمه دقیق و تفسیر دقیقش رو میتونی حالا از تفسیر نور آقای جوادی آملی باشه، تفسیر نمونه از آقای مکارم شیرازی باشه، برید تحقیق کنید و فقط به حرف من بسنده نکنید لطفا. ویدیو منو ببینید، یاد بگیرید، اگه خوب بود مرسی از شما، ولی تحقیق هم بکنید. خب به کنار میریم سر اصل مطلب. که حالا فرشتگان گفتن که چرا میخوایی موجودات بیافرینی، نکنه موجودات مثل موجودات قبلی باشن که آفریدی، که خون ریختن و کافر شدن و کارهای بد کردن، گناه کردن، فساد میکنن و خدا گفته که یه چیزایی من میدونم، نه یه چیزایی که نه، خیلی چیزا من میدونم، نه یا اشتباه کردم تصحیح کنم، چیزهایی من میدونم که شما نمیدونید. حالا اینجوری بودش، تفاصیل دقیقش اینجوری بود. اگه دقیق نبود عذرخواهی میکنم از شما اساتید حوزه علمی ما غلط کردیم، گونه نکنید منو، مرسی. نه چیز دیگه نیست، فقط ما مطرح کنم که اینا ربطی به هم نداره، همین فقط ما هم بگم. و میگن که آقا این نظریه تکامل مثلا با اسلام خیلی مرتبطه و اسلام گفته که آره روایت اسلامی بخشید داره. اسلام چه؟ روایت اسلامی گفتن که آقا میدونستید که اسلام نظریه درباره نظریه تکامل گفته که نسناسا هستند و نسناسا همون ناندرتال ها هستن. البته میگم که شاید ممکنه باشه ولی نیست اصلا. چرا؟ چون در روایت اسلامی اومده که نسناس هزاران سال قبل از حضرت آدم بوده. حضرت آدم هیچ ربطی به نسناس نداشته و حضرت آدم یه دفعه کن فیکون به وجود اومده توسط خداوند باری تعالی. باری تعالی اجمعین. حالا سلام میذاریم در اساتید. بله و آره دیگه کنفرانسشون به وجود اومده. ولی علمیش اینه که 20,000 سال پیش نوادگان انسان که اسم سخت داره، ناندرتال بودند، با مثلا هوموسایپین که ما انسان های مثلا الانی که هستیم و مدرن و هوشمندی که هستیم مثلا نوادگان اونا هستیم. ولی اسلامی اصلا میزنه اصلا همشه که اصلا فهمیدم یه ربطی نداره. حالا چرا اینو مطرح کرده؟ چون یه عده هستن میگن که نظریه ما با نظریه چی، حالا از اول که گفتم الان به اینجا میخوام برسم دقیق‌تر، این نظریه فرگشت تکامل داروین با نظریه که روایت اسلامی که گفتن مثلا نسناس بوده چی داره، تطبیق داره اصلا. چون میمون انسانای میمونم فکر مثلا اونان. حالا همین میخواستم بگم ربطی نداره. خوش حالا نمیدونم چرا یه عده میخوان دین رو به علم رد بدن، در حالی که عزیزم از نظر خودتون دین خیلی چیز بالاتر از علمی است. اصلا باید علم باید دین رو اثبات کنه از نظر شما اساتید اسلامی. البته علمم خوبه، نمیگم علم بده و هیچ نظر نمیخوام بدم. نظر اصلی رو به خودتون میسپارم و خودتون تحلیل کنید. گود. البته این ویدیو شاید فلسفی نبود ولی فلسفی هم بود. خیلی هم تحقیق کنید بابا، چیز مهمی اصلا علمیه بابا، اعتبار داره. آره